بار دیگر خوش آمده دوستان عزیز. قدم هاتان بالای دیده و اونه که این برنامه کنسرتی من تحت عنوان سرنوشت است، طوری که از زیر چوبه سرنوشت برمی آید. پایان آن اگر درست‌تر نگاه کنید یکی کاغذ است، دیگری قلم و شمع. یعنی از مال جهان همین رسیده بر من، ولی من از آن افتخار میکنم که با کاغذ و با قلم سر و کار دارم و کاغذ و قلم مرا به این مرتبه، به این جایگاه کشانیده است. واقعا از دوستامون، برادرهامون که اهل تجارت هستند دعوت به عمل آوردیم که به برنامه کنسرتی ما بیایند، قوت دلمان باشند. و طوری که شما میدانید آنها که اهل بازار هستند، مردم تجارت هستند، با پول سر و کار دارند، نه با گل. و این مایم که گل گفتیم، بلبل گفتیم، اصلا همه چیز ماندیم، ولی شکر. و طوری گفتم از برادرم خواهش کردم بیاید به این محفل، قوت دلم باشد، با من نیرو بخشد، جای پدر باشد تا تنهایی را احساس نکنم. آمدن و خوشم آمدن، زیرا فکر میکنم این چیز برای انسان در زندگی خیلی مهم است. یاد داری برادرم، مادرم بیمار بود، نفسهای آخرینش را میکشید و من و تو بیمار دار. هر زمان از ما میپرسید پدرت آمد یا نه؟ چون جواب رد میشنید مایوس میشد. گفتمش آچه پدرم را چیکار میکنی؟ تو که خوب به نظر میرسی، گویا که سالمی. اندیشمند شد، با اندوه گفت به چهره زرد شما نگاه میکنم و به خاطر دل شما آب نشدن خاموشم، درون میسوزم. وگرنه اگر آه کشم در و دیوار این بیمارخانه میسوزد، فرو میریزد، بلنگار میشود. پدرت را میخواهم که بیاید و مرا صاحبی کند. ببین برادرم، حتی در لحظه های آخرین هم انسان میخواد هم قسمت خود، هم بالین خود، هم تقدیر خود، مرد نخستینی آرزوهای خیش را ببیند، در دامانش جان بسپارد، راز دلش را بگوید. پدرم کمی دیر آمد. مادرم که خسته بود خسته تر شد و با اندوه جانگداز جانبت فغان کرد. چون دست و پایش از زمین و آسمان کنده شد و امید در دلش باقی نمانده بود، گفت جانم را بخر جانی آچه، غلام تو و بچه هات میشم. دلت سوخت، جگرت پاره شد برادرم، اما چیزی نگفتی. خاموشانه جثه ابگار و خراب مادرم را در آغوشت فشردی و بیخ گوشویش نجوا کردی. تو نمیمیری آچه، تو زنده میمانی، تو نمیمیری. اما مادرم رفت. من و تو بینوا شدیم برادرم، من و تو بیچاره شدیم، من و تو بی پناه شدیم. خنده از لبهامان گریخت، شادی و نشاط ترک منزلمان کرد. گفتیم زندگی به پایان رسیده، اما تو به داد ما رسیدی برادرم. از دسترخوانت نان خوردیم، در خانه‌ات پناه بردیم. ما را جای پدر شدی و جای مادر. و من و تویی که خنده از لبهامون گریخته بود، گفتیم زندگی به پایان رسیده، دیگه مراد ماندیم، خرسندی کردیم. در بزم و محفل‌های همدیگر برادرم رقصیدیم و خرسندی کردیم، ولی همیشه داغ در دل و جگر داشتیم از مادری مهربانمان برادرم. چندین بهار و خزان از میان بگذشت، اما من و تو هنوز زنده ایم، نفس میگیریم. چراغ روی گور مادر نشدیم برادرم، ولی هرگاه با فاتحه روحی او را شاد کردیم. میدونی میخوام یک حقیقتی تلخ را امروز برای تو بگویم. وقتی که برای آخرین بار
نزد مادرم رفتم. لبهایش پرسینگ بسته و کفیده بود. آب میخواست، آب میگفت. با پخته به لبهایش آب چکاندم. نالش آمیز صدا کرد، روی گردان. بیخی گوشش گفتم آچه، غم ما رو نخور، ما بزرگ شدیم، ما به وایه رسیدیم، ما به پای خود ایستاده میتوانیم. میدانی چی گفت برادرم؟ وای جان خودم، وای جان خودم. این صدا صدای کیست برادرم؟ این صدا صدای یک زنی علم دیده، یک زنی رنج دیده است. این صدا صدای یک نفر زنی است که 10 فرزند را در یک خانه کوچک با امید فرد و بوایه رسانیده لحظه خوشی را از حیات ندیده است. این صدا صدای کیست؟ صدای زنی است که شبها با پایش گهواره مرا تو را جنبانده، با دستان جامه کرپه مردم را دوخته است به خاطر خوشبختی من و تو. نمیدونم. این صدا صدای درد است، صدای اندوه است. شاید مادرم من و تو را دوست نداشت برادرم. نه، بدتر بزرگ شدم و به خلاصه آمدم برادرم. این صدای یک نفر زنی است که در زندگی برای خود کم زندگی کرده است، غم خود را کم خورده است، همیشه در غم فرزند بوده، بهارش را، حسنش را، تراوتش را به من و تو داده، هیچگاه در غم خوشبختی خودش نبوده است. واقعا این صدای درد است، صدای پشیمانی از یک زندگی کوتاه اما از غمی طولانی است. برادرم، دوستان عزیزی من لایق نصیحت نیستم، ولی امروز به خلاصه آمدم که فرزند دشمن است، اما چی دشمنی؟ شیرین تر از جان، آهسته آهسته، ذره ذره، قطره قطره جان پدر و مادر را میکاهاند، میسوزد، میگدازد. به قدر پدر و مادرهاتان در زندگی برسید، وگرنه فردا دیر خواهد شد. این را من به شما میگویم، نفری که همیشه پزمان مادر است، همیشه در خمار دیدار پدر و مادر است. خواهرهای عزیز، شما فردا مادر میشوید و آنهایی که مادر هستند، خطاب من به شما همین است که شما هم دل دارید، شما هم انسانید، شما حق زندگی کردن، خوشبخت بودن را دارید. اقلاً 10% برای خودتان زندگی کنید، سلامتیتان را نگاه دارید، زیرا مادر دوم باره هیچگاه شما را تولید نخواهد کرد. خودتان را احتیاط کنید. شما را دوست دارم. خوش آمدید.